امروز میخوام بهتون 10 تا راه درآمدزایی از موسیقی رو بگم که اگه شمایی که تازه وارد این راه شدی بدونی چی کار کنی، بدونی از کجا شروع کنی، بدونی اون جایی که داری زندگی میکنی چی کار باید بکنی تا این درآمد زودتر اوکی شه. سلام رفقا، چطورین؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. همونجور که گفتیم امروز میخوایم 10 تا راهی رو که من نوشتم و اینجا یادداشتشون کردم میخوایم با هم مرور کنیم و بهتون توضیح بدم چیه. خب شروع میکنیم. اولین راه درآمدزایی از موسیقی، اولیشو که من خودمم خیلی دوست دارم، ساخت و فروش سمپل پک. که داخل گوگل شما بزنید سمپل پک، دیگه سایت های زیادی میاد که میتونید خرید کنید ازشون. و چون الان آهنگسازا واقعا یه سری جا نیاز به یه سری پلاگینای مثلا 100 گیگ پلاگینه فقط واسه اینکه یا آوا یا صدایی بیاد، اینو آماده گذاشته برای شما تا شما ازش استفاده کنید. فقط وقتی بخواید استفاده کنید شما یه مبلغی رو باید بپردازید. حالا میشه سامپل پک‌های رایگان هم باشه، میشه نباشه، اصلا چیز خاصی نیست. پس با فروش سامپل پک و ساخت یه سری صداها، یه سری درامز ها میتونید درآمدزایی کنید. حالا میتونید سایت بزنید، میتونید داخل اینستاگرام با تولید محتوا بفروشید که واقعا این راه جوابگوه و میتونید درآمد متعادل داشته باشید و بهتر کنید. راه دوم که داخل ایران خیلی داریم میبینیم، روش دوم تولید محتوا برای دیگرانه. حالا این چجوریه؟ اینجوریه که شما یه موزیکو میسازین برای دیگران، میتونن از بک‌گراندش استفاده کنن. همین یوتیوب شما میتونی یه موزیک بسازی برای حالا هر کسی یا قشر خاصی و اگه واقعا خلاقیت خوبی به کار برده باشید حتما هزینه خوبی هم براتون پرداخت میکنن. روش سوم که دیگه چیزی که مشخصه، کنسرت و اجرای زنده. آقا این روش رو فعلا داخل ایران پاپخونا میتونن بذارن و حالا میشه پیشنهاد داد برای همون سبک، تقریبا پاپ و آرنبی که الان دیگه سبک پاپ داره نزدیک میشه به سبکای جدید و از اون حالت قدیمی طوریش در اومده و کلا فازو تغییر داده. اگه گوش بدید موزیکای جدید پاپ ها میدونید چی میگم. یه تیکشو مثلا ممکنه گوش کنید مثلا طرف داره انگار داره رپ میخونه. روش چهارم آموزش کلاس های موسیقیه. ببینید الان من مثلا به عنوان یه مدرس میام به شما یه سری مسائل در مورد موسیقی رو یاد میدم و اون کسی که درآمد کسب میکنه منم. شما فقط یاد گرفتی از این روش که این روش باید اول شما یاد بگیری. نمیتونی همینجوری مثلا بیا یه چیزی رو یاد بدی به طرف. شما باید اول راههای موسیقی رو یاد بگیری، مثلا یه سری اصطلاحات، یه سری نرم افزار رو باشون کار کنی، ببینی چی به چیه، بعد بیا واسه طرف یاد بدی. حالا فقط آهنگسازی نمیشه، شما دوره صدا سازی میتونی بذاری، ترانه سرایی، ملودی سازی، نمیدونم همه این دوره‌ای که الان دیگه جدید و قدیم بوده و هست، میتونی این دوره‌ها بذاری و ازشون پول کسب کنی. و راه پنجم که دیگه نه غرب داره نه شرق داره نه ایران داره نه آمریکا، همه جا جوابگوه، فروش بیته. فروش بیت هم دو تا روش من واسه تو پیشنهاد میکنم. یکی این که طرف شما رو بشناسه، شناخته شده باشید، بیتاتون با قیمت خیلی بالاتری فروش میره. مثلا یکی رو بخوام مثال بزنم، اشکان کاگان که داخل ایرانه و داره با هیپوپولوژیست کار میکنه، مثلا بیتاشو من یه بار قیمت گرفتم روی 20 تومن بود، 20 میلیون. بخوایم حساب کنیم اینقدر مثلا نمیارزه، ولی چون فیمه و معروفه بیتاشو اینقدر میخره. در مورد اون دوتا روش ما میگم یکی روشش اینه که فیم باشی، با یکی کار کنی که شما رو بکشه بالا و فیمتون کنه. روش دوم اینه که سایت بزنید و روی سایت بیتاتون رو بفروشید که خود سایت هم کلی دردسر داره، باید سئو درست حسابی شده باشه، تبلیغات شده باشه، خیلی چیزای دیگه که میفهمید به مرور زمان. روش ششم که شما میتونید استودیو اجاره کنید. استودیو اجاره کردن اینجوریه که شما مثلا من میام پیش شما میخوام ریکورد کنم یا ضبط کنم یا میکس و مستر کنم و شما همه این راه‌ها رو بلدید و اون طرف میاد پیش شما ریکورد میکنه، ضبط میکنه و شما مثلا از اون بنده خدا مثلا 5 تومن میگیری، 4 تومن میگیری. یعنی حالا نسبت به کاری که انجام دادی، میکس و مستر، بیت،
حالا هر کاری که انجام دادی تو اون 1 ساعت که فکر نکنم به همه کارا رو بشه انجام داد، ولی اکثرا استودیو که مثلا اجاره میکنن مثلا یا 24 ساعته است یا 2 روزه است یا 3 روزه است، اینجوریه، کسی 1 ساعته به کسی نمیده. و حالا من این مثال زدم که بدونیم چیه داستان چیه. روش هفتم که شما داخل اینستاگرام زیاد میبینید، ریمیکس کردن موزیکا. آقا مثلا دیدی پوری رو میاد با هایده مثلا ریمیکس میکنه، ولی یه چیزی بهتون بگم، همیشه خواستید یه کاری رو شروع کنید ببینید داخل اون حوزه چند نفرن، داخل اون حوزه چند نفر کار میکنن. روش هشتم عین روش اوله، مثل فروش سامپل پک و اینا، ولی این یکی فرق میکنه. این یکی فروش لوپ و میدی. بچه میدی به اون فایلی میگن که شما مثلا ملودی زدی، یه سری سازا رو ساختی و اون فایل آماده رو برای طرف میفرستی. حالا اینجا فرقش با سامپل چیه؟ فرق سامپل با میدی اینه که سامپل شما وقتی بخوای راحت میری داخل سایت دانلود میکنی، سازم آماده زده شده، فقط یه فایل صوتی شما میندازی تو کار. میدی نه، فایل صوتی نیست. میدی یک ابزاره، شما میندازید روی پلاگین یا حالا هر صدای خاصی که دارید، صداشو شما عوض میکنید ولی ملودی همونه، گام همونه. خواستین هم دستکاری میتونید توش کنید، میتونید یه سری بالا پایین کردن گام ها و یه سری تغییرات هم توش ایجاد کنید. و انتخاب نهمتون که من به شدت رو این داستان دوست دارم کار کنم، یعنی وقتشو بکنم دوست دارم این کارو حتما انجام بدم، ساخت افکت‌های صوتی. یه سری افکت‌های صوتیه که شما میسازین و مردم ازشون استفاده میکنن که داخل یوتیوب من زیاد دیدم، خیلی هم خوبه، جوابگو هم هست. شما یه چنل میزنید مثلا اسمشو میذارید ساوند افکت، مثلا مجید، نمیدونم حالا هر اسمی که شما دوست دارید، میذارید افکت‌های صوتی که میسازید و داخل اون آپلود میکنید و اینجوری مردم از اون افکت‌ها استفاده میکنن. و از لحاظ درآمدی من نمیدونم، باید با یه کارشناس صحبت کنید که ببینید این راه درآمدزایی از یوتیوب ریسک داره یا نه. روش دهم که دیگه رایجه و اگه کارت درست باشه حتما میگیره و روز به روز مشتریات زیادتر میشه. اون روش چیه؟ میکس و مستر. یعنی یه وکال، یه صدا رو شما میکس و مستر کنید. 2 تا روش دیگه هم میخوام اضافه کنم. 11 اینه که اجراهای خیابانی، یعنی داخل خیابون دیگه اجرا بذاری و حالا یه نفر گیتار زنت باشه، یه نفر خواننده، یه نفر حالا هر دوست، اصلا خودت همه کاره باشی. و روش 12 میخوام شما بگید. این روش رو میخوام شما بگید. چرا؟ چون من روش‌های زیادی گفتم، شما از تجربتون بیاین بگین مثلا آقا ما این راهو رفتیم درست نبوده، این راهو رفتیم غلط بوده. من همه این روش‌ها رو یه خورده مطالعه ریز کردم و در آوردم. حالا این 12 رو میخوام شما بگید. دمتون گرم. اگه دنبال آموزش میکسید، آموزش بیتید، یه سری از راه‌های درآمدزایی، کلاً هر حوزه‌ای که مربوط به موسیقی میشه، حتما ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که میخوایم بریم بهتر کنیم.